سرخط خبرهای مهم. سفارت فلسطین در دوشنبه باز شد. رایپرسی اوید به قانونیت راهبر، انتخابات نوی پوتین، نظرسنجی، ذخیره خوراکواریتان برای چند روز میرسد. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. من و همکارانم دوامی چند دقیقه بعدی شما را با آخرین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز چهارشنبه 3 آگوست. سفارت فلسطین در تاجیکستان در حضور وزیران کارهای خارجی دو کشور بعد از ظهر دیروز افتتاح گردید. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گشاده شوی رسمی سفارت فلسطین در دوشنبه را عامل تحکیم همکاری ها میان دو کشور دوست ارزیابی کرد. با اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، وزیر کارهای خارجی و مهاجران فلسطین ریاض المالکی اظهار امیدواری کرد که فعالیت سفارت کشورش در دوشنبه برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها تاثیرگذار خواهد بود. فلسطین سومین کشور عربی است که در تاجیکستان سفارت خود را باز می‌کند. عربستان سعودی و قطر، دو کشور رقیب در خلیج فارس، چند سال قبل سفارت‌های خود را در تاجیکستان باز کرده بودند. پیش از این وظیفه سفیر فلسطین در تاجیکستان را نماینده دیپلماتی این کشور در تاشکند اجرا می‌کرد. در نتیجه چاره‌بینی‌های مشترک مقامات امور داخلی تاجیکستان و روسیه، دو گمانبر در کشتار معاون اول رئیس اوریون بانک بازداشت شدند. در این باره ولادیمیر کالاکولتسف، وزیر کارهای داخلی روسیه، هنگام ملاقاتش با همتای خود رمضان رحیمزاده خبر داده است. طور سامانه MVD مدیا خبر می‌دهد واخوری روز 29 آگوست صورت گرفت. با اطلاع منبع، هنگام واخوری جانب‌ها بود و باش مهاجران مهنتی، پرابلم‌های مشکلات، حفظ حقوق و پیشگیری قانونشکنی‌ها نسبت آنها را بررسی کردند. یادآور می‌شویم که وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای بررسی وضع بود و باش مهاجران و دستگیر کردن دلشاد سید مرادوف گمانبر در ربودن معاون رئیس اوریون بانک به روسیه رفته بود. مقامات میگویند دلشاد سید مرادوف یکی از گمانبر شدگان اساسی ربودن و کشتن شهرت اسمت اللهیف بعد انجام جنایت به روسیه فرار کرده است. اسم دو گمانبر که مقامات روسیه از بازداشتشان خبر داده است گفته نشده است. با وجود آنکه بعضی از ساکنان میگویند در شرایط بد زندگی دارند و برای روزگذرانی پول نمییابند، مقامات پیوسته درباره ذخیره ساکنان گوشزد میکنند. تلویزیون های دولتی تاجیکستان تقریبا هر روز درباره ذخیره 2 ساله خوراکواری گزارش میدهند. نمایندگان مخالفان این گزارش ها را صحنه‌سازی و تبلیغات دولتی مینامند. ما از ساکنان پرسیدیم که آنها آیا ذخیره میکنند و ذخیرهشان برای چند وقت میرسد؟ اینجا گندم رو میشویم، ارد میکنیم، در کولیا ذخیره میکنیم برای زمستون. بخیر بانک‌ها یا 20 تا 40 تا 50 تا سالاد میکنیم، مخکم میکنیم. خیر بودرین میکنیم، همه چیزی میکنیم. سیو میچینیم، وقت داریم سیومون میچینیم، در خونه جمع میکنیم، زمستون میخوریم. تا کی میرسد؟ خیر تا ماه مارت اپریل میرسه. ما ذخیره نمیکنیم، برای اینکه ما در شهر زندگی میکنیم، بازار نزدیک. همین مبلغ شد، محصولات تمام شد، میریم بازاری میکنیم، میخریم میبریم. خیلی بسیار ذخیره کنیم، همین یک هفته ممکن. کارتوشکا و پیاز یگون چی دیگر محصولاتی که هر روز لازم است. دیگر یگون چی خیلی ذخیره شرط نیست در شهر بفکریم ذخیره کردن. اون که همه چی پر است، هم مغازین است، هم سوپرمارکت است، هم بازار دویم کار میکنند. همه چی است. همین مبلغ باشد همه چی میابی. ذخیره همه وقت لازم است و یگون بار با ما نالازم نمیشود، برای که مثلا زندگی در همه وقت پست و بلندی ها هست. نمیدونی که امروز کار میکنی پگه کار میکنی یا که نه. نداریم از دن نوریم. همین روز دست میفتیم، دست براسخود میکنیم، میخوریم، تمام. دیگه شرایط نداریم، بسیاری مخیرسونده نمیشه. راسخود میکنیم، اصلا ذخیره میخری که پگم در کل شود. همین برای که در کل ذخیره نباشد هیچ دنیا هیچ. ذخیره بهترینه که مثلا دلت پره که داری. اگر ذخیره نداشته باشی مثلا همون روز که وای تمام شوه ای کجا میگیری؟ شما چی ذخیره میکنید؟ خاینمی ارد ذخیره میکنیم، کارتوشکا و پیاز ذخیره میکنیم. مثلا همین وای روزگار زندگی را ذخیره میکنیم. خیلی میرسه، نگاه اویلا را نگاه میکنیم ده، مثلا ذخیره میکنیم میرسه 15 روز 20 روز. اگر خیلی ذخیره من پر باشه مثلا 2 ماه 3 ماه میبره. ذخیره داریم، پس انداز میکنیم، ذخیره داریم، میرسه به خود ذخیره میشه.
چی ذخیره میکنید؟ کاشکا داریم ذخیره، پیاز داریم ذخیره، هر چیزی که همین برای خوردن هم ذخیره کردیم. ذخیره شما برای چند وقت میرسد؟ اگه حاضرش ممکن تا 6 ماه برسه ذخیره داریم، تا 6 ماه امکانات داریم. با پخته داریم، با میچینیم، با از زراعت با میگیریم، با تیرمای نه کاشکا کردیم، با اگر اوش ماه اکتبر سپتامبر با ایوش با خودمون بگیریم. باز ان شاء الله داریم ذخیره. خلقی که در کیستان زندگی میکنه برای اونو بسیارتر ارد، روغن، چیزی که برای خواجگی در کلاس ذخیره کردن شرط و ضرور است. ما که در شهر زندگی میکنم دلین چه ارد میگیرم، همو دیمش که نصفی شد با ارد میگیرم. خب بعد قنفید باشه، مغز چغز باشه، انا میگیریم ذخیره میکنیم، چون که ما بسیارتر برای ایدها میخریم. برای بهترین چیز برای ما ایدها هست که انا مثال با گشتگذار میکنیم، دعا میکنیم در حق مردم. بیننده های عزیز، شما چی نظر دارید؟ زیر این برنامه برایمون نویسید. سامانه مدوزا با تکیه به منابعش خبر داده است که شعبه سیاسی ماموریت پرزیدنت روسیه برای راه دادن نامزدها به انتخابات پرزیدنتی این کشور محدودیت های را جاری کرده است. به گفته همصحبت این سامانه، در انتخابات پرزیدنتی روسیه که سال 2024 برگزار می‌گردد، شرط اول برای نامزدهایی که به کرسی پرزیدنتی با پوتین وارد رقابت می‌شوند 30 سال بوده است. به اطلاع منبع، نامزدها باید نه کمتر از 50 سال سن داشته باشند. پوتین ماه اکتبر به سن 71 میرسد. به باور سیاستشناسان کرمل، محض عامل سن سال نامزدها میتواند باعث شک و شبهه اهالی روسیه نسبت به قدرتمندی پوتین گردد. از این رو دستگاه پرزیدنت روسیه به جز پوتین فعلا 70 ساله 3 نامزد سالخورده دیگر را از 3 حزب سیاسی روسیه، حزب کمونیست و КПРФ، حزب ژیرینوفسکی، LDPR و حزب نوای لودی وارد رویخط نامزدی به کرسی پرزیدنتی کرده است. و در این روز در ماه‌ها و سال‌ها و قرن گذشته چی گذشت؟ همکارمان خیرامان بخازاده در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 30 августи соли 2011 дар душанбе расми ифтитоҳи парчами тоҷикистон бо дарозии сутуни 165 метрӣ баргузор шуд. мейлаи парчами миллии тоҷикистонро расман ҳамчун баландтарин флагштоки дунё дар китоби рекордҳои гиннес сабт карданд ва президент эмомалӣ раҳмон онро ифтихори миллӣ номид. мунаққидони ҳукумат зарурати сарфи $10 миллион барои ин иншоотро зери суол бурданд ва баъди 3 сол арабистони саудӣ бо бунёди милаи 170 метрии парчами миллӣ ин рекордро зад. 30 августи соли 2017 10 лицеи тоҷик ки дар тамаъҷӯӣ ва ришвахорӣ муттаҳам мешуд, бар асоси як шикояти ҷаҳонгарди турк муҷозот гардид. қабл аз Меҳмедганҷ як сайёҳи олмонӣ айни чунин танқидро ба забон овард. ба қавли сайёҳи хориҷӣ, ҳатто агар санадҳоят дуруст бошад, полиси тоҷик аз ту пора талаб мекунад. коррупсия дар сафи полис як мушкили умда гуфта мешавад. поёни моҳи августи соли 1964 дар душанбе аввалин консерти ансамбли эстрадии гулшан баргузор шуд ки чун санаи таъсиси ин дастаи маъруфи мусиқӣ шинохта мешавад. ситораҳои ҳунарии ин гурӯҳ Тамара Катаева, Муқаддас Набиева, Хурмо Ширинова, Тоҷиддин Муҳиддинов, Баҳодур Неъматов, Мағфират Амроқулова ва дигарҳо бо иҷрои таронаҳои тоҷикӣ ба рушди мусиқии муосири тоҷик саҳмгузор шуданд. بانک ملی قربی ارزی خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسی 114 سوم و 30 درم، $100 1096 و 100 یورو به 1185 سوم برابر است. این قربی رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، تشکر که ما را همراهی کرده. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهبان.